درخواست من در کل از شما آنه که این دو چیز در مراسم، یکی مسابقه را تعطیل کنن نباشه، یکی تیراندازی نکنید. یک مراسم ما آمار داریم که 5 میلیارد در داخل منطقه بوده، 5 میلیارد تومان فقط هزینه پشنگای بوده که شریک شده و به صورت مسلسل هیچ معلوم نیست که یکسر رگبار این چگونه تیره را زدن و بالاخره این شادمانی به این صورت نباشه و اینها را تعطیل کنید. یک مسئله جو یادداشت دادن که بالای 50 نفر تا الان در مراسم عروسی در تیراندازی های شادی کشته شدند و زخمی شدند و یکی از مسائل بسیار نامناسب میله. حالا شادمانی عروسی خوشحالی هر کسی میخواد اوشه، بعضی با مسابقه دادن ماشینا، میبینی ماشینا به هم خوردن، چپ کرد، 2 نفر جنازه، بعضی 3 تا جنازه از تصادف بلند شده. بابا این مراسم عروسی و شادمانی تبدیل میشه به عزاداری.